شب عزیزان بخیر. میخوایم در مورد طب سنتی صحبت بکنیم. طب سنتی در ایران پیشینی 1000 ساله دارد. به همین علت دانستن خواص و کاربرد گیاهان دارویی و درمان بیماری با این گیاهان از دیرباز مورد توجه مردم بوده است. از آغاز تمدن بشری تا اوایل سده 20 میلادی درمان بیماری بر محور گیاهان دارویی قرار داشت، اما پیشرفت سریع علم پزشکی منجر به ظهور صنعت داروسازی شیمیایی و گسترش آن شد و چون در پزشکی نوین درمان بیماری را به ویژه بیماری‌های عفونی به وسیله داروهای آنتیبیوتیک به سرعت انجام می‌گرفت و بهبود کامل حاصل می‌شد، همین امر باعث شد تا پزشکان از داروهای گیاهی دوری کنند. الان میخوام در مورد خوردن آب صحبت کنم. در زمان حضرت زرتشت آب را مقدس و آلوده کردن آن را گناه می‌دانست. در آب دریا پتاسیم وجود دارد. آب حل کننده ذرات پروتئینی بدن است. آب برای تنظیم گرمای بدن اهمیت دارد. شرط استفاده از آب دریا تصفیه آن است. آب در مایع داخل و خارج سلولی وجود دارد. کمبود ماده ترپتوفان باعث آب مروارید می شود. در آب دریا داروهای ضد میکروب دیده می شود. آب دریا به مقدار کافی یود دارد و برای تقویت غده تیروئید مفید است. یک قاشق سوپخوری آب دریا دارای تمام املاح است. زنان آبستن می توانند در روز یک قاشق مرباخوری از آب دریا بنوشند. مصرف آب دریا بیش از یک قاشق چایخوری در روز اثر بد دارد. آب دریا خاصیت‌های بسیاری دارد. هر کس در روز یک قاشق چایخوری آب دریا بنوشد هیچگاه بیمار نمی شود. آب حل کننده مواد غذایی و مواد معدنی در بدن است. الان با نخوردن آب در بدن باعث سبب خشکی پوست بدن می شود. نوشیدن آب کافی کار دستگاه گوارش و کلیه را تقویت می کند. بسیاری از افراد سالخورده روزانه آب کم می نوشند. نوشیدن آب کافی به دفع مواد زاید بدن از راه ادرار کمک می کند. نوشیدن 1 لیتر آب در روز برای یک انسان بالغ لازم است. و در آخر کلام مقدار آب بدن به مواد دفع آب روزانه از طریق ادرار، عرق کردن، اسهال بستگی دارد. آشامیدن آب آلوده به مواد مضر مانند داروهای ضد آفات گیاهی، ضد آفات حیوانی، کودهای شیمیایی، مواد نفتی و غیره می تواند صدمات جبران ناپذیری به سلامتی جامعه وارد کند. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر حدود 2 میلیارد نفر، 1/3 مردم جهان به آب سالم دسترسی ندارد. امیدوارم که همیشه